پویایای عزیز سلام. امروز در خدمت خیر مدرسه ساز جناب آقای محمد رضا صدیقی هستیم، سازنده 5 مدرسه در مناطق محروم کشور عزیزمان ایران. جناب صدیقی، از انگیزه خودتون برای شروع این کار خیر بفرمایید. خیلی ممنون از دعوتی که به عمل اومده. بیشتر بحث ناسیونالیستیه، یعنی اصلا مملکت دوستیه. خدا لایق دونسته بر ما و به سمت ما گسیل داده، به سمت ما نعمات زیادی رو حالا از نظر مادی ما رو به شرایطی رسونده که ما هم دوست داریم که به عنوان یه وسیله‌ای اینو در اختیار هم‌میهنان قرار بدیم. بذل توجه الهیه که از اون بذل توجه هم خب بهتره که سر سفره که همه نشستن همه از اون غذا میل کنن، یه نفر نیاد نون خشک بخوره، یه نفر هم بیاد چلو کباب بخوره. خیلی ساده بگم اینه که هرچی در توانم باشه انجام. جناب صدیقی، از بازتاب انجام این فعالیت‌های خیرخواهانه در زندگی خودتون احساس رضایت دارم. یه روزی که من توی یکی از روستاها بودم، از یه پسر بچه‌ای پرسیدم که بزرگترین آرزو چیه؟ گفت داشتن توپ فوتبال. یعنی و این انگیزه باعث شدش که این کارو انجام بدیم. استعدادا یه دایه جدیدی رشد بکنه، یه نابغه جدیدی رشد بکنه که واسه میهن ما هم واسه افتخار باشه. ممنون از توضیحات شما. خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خواهشی که دارم ازتون این هستش که اگر بخواید در سخن پایانی خودتون برای دوستانی که قصد مشارکت در کار خیر رو دارند ولی هنوز دست به اقدامی نزدن جمله‌ای رو بفرمایید، اون جمله چی هستش؟ شریک نکنن. یعنی این اصلا وظیفه است به نظر من. اصلا واقعا وظیفه است که تا اونجایی که میتونی وقتی شما داری از یه چیزی استفاده میکنی، بغل دستی داره بهت نگاه میکنه، اون نگاهی که داره به سمت شما انجام میده یا این نگاه از روی نیاز برای به نظر من باید جوابگوی اون چشمایی باشه که منتظره که شما بهش کمک بکنید و اگه این کارو نکنین به نظر من اشتباهه.